سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه جواب به تماشابینان عزیز قسم 5. من منوچهر کوهستانی با شما هستم. شروع میکنیم کامنتاری های شما را خواندن و به سوال های شما کوشش میکنم که جواب بدم. اما حاضر میخواهم درباره یک نفر صحبت بکنم که همین 1 ساعت پیش یک گپ برای من نوشت. راستی به خاطر خودم نه، به خاطر یک خواهر برای من نوشته بود در ابنا کلاسنیکی: برادر منوچهر، از وقتی که از شوهرم جدا شدم مردمی همسایه و دیگر به من بیوه میگن، اما نمیفهمم، ناراحت میشم، زیق میشم. یک آدم نامش با آ و ال ام نوشته است، یک بینام. من امروز درس زبان آلمانی با منوچهر کوهستانی قسم 4 ثبت کردم. برادر عزیز میتونید تماشاش کنین. در همونجا کامنتاری ها نوشته است که 26 ساله رنگ پنسیونری. من راستی گپای همون خواهر در یادم اومد که این مردم نگاه که خودش نه نام داره، نه نسب داره، نه هیچی نداره، نمیفهمم، عکس نداره، شاید که هویت نداشته باشه. این چیزا را می نویسه. شاید شما فکر بکنین که این من پنسیونر گفت ناراحت شدم. نه، ما یک وقتی همون پنسیونر میشیم. بعد پنسیونر شدیم میبریم. اگر خدا بگیم که ما را به همون روز آورد، خدا را شکر. اگر نه آوردم، خدا را شکر. خب برادرای عزیز گرامی، یک چیز دیگه نشان بودم پیش از اینکه بگیم که کامنتاری شما را خواندن سر بکنم. من امروز راستی مغازه رفته بودم، نگاه کردم که نبات میفروشن. گرفتم نگاهش کردم که پامیر نایستگی های. خوب نبات خیلی بامزه، انا رنگ نمودش هم خیلی زیبای. من راستی نبات دوست میدارم، چون پدر بزرگی من همیشه با چای بگیم که نبات یک جا میکردن. بعد دیگه‌مش که همین نامی پامیر، من یک وقتا چی خریده بودم؟ خرما خریده بودم، در همونجا هم پامیر نوشتگی بود. اما من نمیدونم که در همین پامیری افغانستانی خرما میشیده باشه، یعنی که خرمای حجی میگیم. ما نمیدونم شما چی میگیم برادر عزیز. خوب برادر عزیز، شروع میکنیم کامنتاری های جواب به تماشابینان عزیز قسم 4 خوندن شد. راستی یک گپی دیگه، برادرایی که تعریف نوشتین، بعضی آدم که تعریف کردین، هزار رحمت برادرای عزیز، هزار رحمت. خوشحالم که نوشتین، خوشحالم از نوشتن تو، اما تعریفات رو نمیخونم، ناراحت نشین. خوب شروع میکنیم. یک برادر نوشته است که گپات حقای، چایم مینوشی الحمدلله گوی، با خوب میشد که ما عبرت بگیریم. خوب برادر عزیز، این چایم مینوشم، الحمدلله. تشکر برادر عزیز. خوب یک برادر دیگه نوشته است کلاب 03: ما دانشجویان نوگراد تماشا میکنیم برادر، زنده باشی. یعنی مقصدش که ما تماشا میکنیم ویدیوهات. تشکر برادر عزیز، تشکر. سلامت و سربلند باشی برادر منوچهر. کوشش میکنم که درسهایتان را خوانیم. طرفدار علم و دانشیم. ما تاجیک ها به پیش، به سوی روشنایی، به سوی موفقیت ها. خداوند شما را حفظ کند. تشکر برادر عزیز، تشکر. خوشحال هستم از این کامنتش تو. برادرای عزیزی که در این ویدیو را تماشا دارین، آبونه را فراموش نکنین، کامنتاری بنویسین، فکرهای خودتان بنویسین. برادر کوهستانی شما انشاءالله که برای شما جواب میگه، با شما صحبت میکنه. بگیم که همون فکرهای خودتان بنویسین و از بگیم که نگاه بکنین که خیلی از فکر شما خوب یاد بگیرین. تشکر. یک برادر نوشته که سلام برادر، زنده باشی، خدا نگهبانت، زنده دلی. تشکر. من راستی همیشه زنده دل هستم. چرا باید بگریم؟
چرا باید بگیریم؟ خب یا برادری فراموشان یا برادری نیست که اگر فکر میکنی تاجیکی گپ میزنی خطا کردی، تو تاجیکی گپ نمیزنی. خیلی برادرم تاجیکی که با بگیم که ارسی قطعی گپش میزنی، من او را گپ نمیزنم. برادرایی که بگیم که لهجه ما معقول شونستک میتونن که تماشا نکنن. من راستی 11 سال میشه که در تاجیکستان نیستم. شاید به همون خاطر باشه که کمک لهجه ما عوض شدگی است، اما من از تاجیک بودنم فخر میکنم و هیچ وقت نمیخوام که به لهجه دیگه مردم صحبت بکنم. تشکر برادر. در این باره فکری خطا بنویسین شاینا. سلام برادر، نامی من رستم، رحمتی کلان. شما برای ما یک نعمت نیست است. تشکر برادر عزیز. تعریفات دیگر نمیخونم، اما تشکر عزیز دیل. ماشاءالله ما فخر میکنیم خیلی شعر نری تاجیک ده. با برادر نیست است. تشکر برادر. با سواد شما هستین، با علم شما هستین، چون که امی ملت اسماعیل جان کرد. همی ملت امیر اسماعیل بالا برد. همی ملت هر یک نفری که به خاطر این ملت برمیخیزه، این ملت بالاش میبره. خداوند این ملت این قدرت داد است. راست میگوی برادر. برای مردم کلاب شهر به حد خلقی پر محبتند. همی رسیه ده هم یک خیلش هیلا نانشه میامه. با یک برادری درمانده تاجیکشه بیاوه حتما دستیاری دراز میکنه. زنده و ساق و سلامت باشین. خلقی کلی تاجیکستان میفخرم الحمدلله که مسلمانم و فرزندی ملتی بزرگی تاجیکم. برادری عزیز، هر کجایی که رفتین برادرای گل ما، هر کجایی که رفتین مسلمان بودن و تاجیک بودن فراموش نکنین. تشکر. من دادر گپ ندارم. یکم آدمی که تازه گپ میزنه برای ملتش امید رحمت دیگر. تشکر برادر عزیز. تشکر. کوهستانی برادر، حرکتی که شما سخن حق را گپ میزنید شما را خائن ملت و خائن اسلام نام میبرند. این سگهای لعین. حرکتی هر وقت شاید باشه. برادر عزیز شاید هر وقت نشتگی باشه. خوب هر وقت برادر عزیز خوب است، هیچ کم ندارم. خطا هست که بکنیش که یاد بگیری. خوب. سلام منوچهر، بیا در آسیا جای کرامت. یا برادر نیست است که بیا در آسیا جای کرامت بگی. برادر عزیز گرامی، من انشالله کوشش میکنم که چی خدمت میتونم بکنم، اما یک چیز گفتنی هستم که همین ملت بزرگی ما را در همین روسیه را هر یک نفر خستن. اینا ما ملت در خدمت میکنیم، ما خیلی میکنیم فقط در فکر جبکای خود شو. اگه در مشکلات زده بعد ملت میگن نمیفهمم این خیلی او خیلی یا خیلیش با مرده های این ملت که ساها شپر کردن، یا خیلیش به خاطر بگیم که پلکار کنی ملت احمق کردن. برادر عزیز گرامی، همیشه بفهمین هر نفری که به این ملت خیانت میکنه، چون این ملت غم دیده به خدا قسم، هر نفری که اگر به این ملت خیانت میکنه بدانه که به پدر و مادرش، به فرزندش، به خودش خیانت کرده گیه. هر آدمی که شما را دشمن میکنه بدان که آن تاجیک نیست، دشمنی تاجیک ها. تاجیک های ما در حقیقتا کمش مونده. کم شیرای نری ما را همش بردن، ایسش بردن، کشتنیش بردن، محکم کردن. بیاین همین ملت خود ما یک جای است بسازیم مخی. همین ملت خود ما همدیگر با یاردم همدیگر. وقتی که من صحبت میکنم خدا شاهده در پیشی که همین یوتیوب نفرش دیگه میفهمه درد دل منه. زیاد نه، همین یک دقیقه گوش میکنم میفهمه که من چی میگم. چون اگر احساسی وطن دوستی و ملت دوستی داشته باشی این سخنهای من را درک میکنی. درباره محلگرایی گپای درست میگوی. کمبودی اساسی ما همین است. اگر تاجیکا یک گپا باشند
کوه را با دست چپه میکنم. برادر عزیز، ما کوه کدمن قد چپه میکنیم، کدمن قد اگر جا باشیم. این ملت بزرگ وقتی امیر اسماعیل جان ما، امیر تاجیکا، وقتی که در اسبش مینشست، دشمنای این ملت لرزه میگرفت، دشمنای این ملت لرزه میگرفت. هیچ کس در قوش نمیرسید که به مرز تاجیکا بیاید، چون امیر اسماعیل جان آدمی خوب بود. اگر که شما تاریخ بدونین، وقتی که با برادرش جنگ میشوه و در جنگ پیروز میشه، با برادرش خطاب میکنه که من به تو احترام دارم. اینی را میگن امیر اسماعیل جان، اینی را میگن امیر اسماعیل جان، اینی را میگن تاجیک. بعضی ها روسیه نویسته در امی چیاتو، بگیم که کرتاتو، نمیدونم تپوشاتو، در همه جا تو روسیه روسیه روسیه. آخه امیر اسماعیل جان نمیگیری صورت چپ زنی، میگوی که امیر روسیه را به دنیا برده باشه. زنده باشید اکای منوچهر، زنده باشید. تشکر برادر عزیز. سلام دوستی عزیز، زبان شیرین داری، تعلیم بده غریب بچه ها را. تشکر برادر عزیز. انشاءالله کوشش میکنم برادر، همه کسا یک جا کوشش میکنیم. ما تنها نمیشوم. ما تا وقتی که زنده هستم میگم ای ملت بس کنین محلگرایی را، حرکت کنین، علم بخونین، حرکت کنین، زندگی تو خوب کنین. هر کسی به گپ میکنه فایده میکنه، هر کسی ویدیو را تماشا میکنه درد دل برادر خچ میفهمه، میفهمه زندگی را. شیرینر، من هم از کوهستانی فلان جا هستم. تشکر برادر عزیز، تشکر. سلام منوچهر، دوام تکراتا. وقتی که شیرین شاه تیمورنگ تو گپ میزد درباره خلق تاجیک میخواست عهد شوند، او را هم هر خیل گپای بیزیب میزدند. وقتی که مردم تاجیک فهمیدن خطاگیشانه پشیمان شدند. دیر شد، حالی هم یک خیل مردم تاجیک کور هستند و کار افسوس. بله، این دشمنکای پاشکسته، این دشمنکای بیناموس، ای را باید بدانند که این ملت کو با کمتم شکسته نمیتونین. همین شکستنش هم کو این ملت نمیرزه. با پیش اکای منوچهر میخواستم مثل تو برادر داشته باشم. شیرینر، من برادرتم، من برادرتم برادر عزیز، قربانت بشم. هر تاجیکی که مردکای، هر تاجیکی که ناموسی تاجیکی داره، ناموسی اسلامی داره، من برادرشم. راست برادر، ای برای یگون چی کب نزد. تشکر. برادری مرا به مهلت 6 سال در تاجیکستان بیگناه زندانی کردند به خاطر نمازخوان و ریش داشتنش. به اهل جامعه دعا کنین تا که آزاد شود. برادر عزیز، برای برادر دعا کنین. من فکر میکنم که برای نماز، برای روزه یک نفر زندان کردن ای خوب نیست، ای عدالت نیست، ای عدالت امیر اسماعیل جان نیست، ای عدالت تاجیکی نیست. سلام علیکم برادر منوچهر کوهستانی، خدا از تو راضی باشد. رحمت پدر و مادرت، رحمت به تعلیم دهندت، خداوند صبر پیغمبری تان نصیب کند. تشکر برادر عزیز. منوچهر برادر، در بهترین راه حرکت داری. انشاءالله که مردم تاجیک ما بهترین ملت است. روزی می شود که ما همه یک جا خواهیم شد و کسانی که طرف شما سخنهای بد و فاش می دهند آنها خود سواد کافی ندارند. شما فقط غمگین نشوید از آنها، چون من باوری دارم روزی آنها حقیقت را می فهمند و بخشش می پرسند به شما. بردباری ها برادر تاجیک. تشکر برادر عزیز، تشکر. من باور کنید که من بعض وقتا ناراحت میشم از چی؟ از ای که امیه تاجیک میخزه تاجیک هم میزنه. استغفر الله، استغفر الله. ای مردکی خوب، همه تا کشتای سودن، نمیفهمم ملت بنابودی برده سودن. در روسیه کو برین یا آدمی که تاجیک کشتاس لاتش کنین او قزورین. این نامردا گپ زنید 100% ایجا اخبارایی که ادبی گپ زنین، زبانی عادی قطعی گپ میزنی که بفهمن همه. بله برادر عزیز، همه خیلیش گپ میزنیم، ادبیش هم گپ میزنیم، کوچگیش هم گپ میزنیم، ملت هم بفهمونیم. تمام.
ای اکای منوچهر جان، عجایب احسان به شما. به خدا شما بلاگری حق ما کیم که تماشا کردیم همش دف شوندزده باشه. به پیش برادر عزیز گرامی، یک گپ میگم، شاید بعضی ها ناراحت شوند. برای من بلاگر تاجیکم تاجیک است، بیوزنی تاجیکم تاجیک است، گناهگاری تاجیکم تاجیک است. ما دعوت میکنم برادر جان، پیش از این که دستات کلفت میکنی، پیش از این که مشتات پنجهات جمع میکنی، به سر یک برادر تاجیکت میبرداری، فکر که هر چی میگویی راست از برادر. ما همه تاجیک، ما همه برادریم. خدا ما را به راه درست هدایت کنه. تشکر برادر عزیز، تشکر. الحمدلله. بهترین برادر جان و پیش خیلی خوب بود. تشکر برادر عزیز. سلام برادر از بچه های طویلدره. تشکر برادر. به همه مردم طویلدره سلام. آفرین شرینر، زنده باشی. 1000 کلاس برای سخنات. تشکر برادر عزیز. تشکر که محنت من فهمیدی و گفته همون خودت 1000 کلاس تا گذاشتی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا برادر عزیز. و علیکم السلام برادر. و علیکم السلام. سلام علیکم برادر عزیز. با پیش سخنهای بهترین. تشکر برادر. کوستانی برادر، در اچکیاتون صدقه شعر نر با پیش نترس. همه وقت در حقت دعا میکنیم. گارانتی مردم مسلمان این دعا هست برادرم. تشکر برادری عزیز. تشکر. بهترین سخنها شیرین شیربچه، حرکت به پیش گپای بیسوادو را گوش نکن. سخنهای خوب مردم ما را نمیفوره. یگان گپتان خطا نیست. تشکر برادری عزیز. ما که گپ میزنم باور کنید نکنید برادرای پاتریوتم، برادرای ملت دوستم، اینمی به خاطر شما که ما امی درد دل ما برای شما بگم، اینمی درد دل ما برای شما بگم که شما را درک کنین. برادرای عزیز فراموش نکنم براتون بگم که درس زبان آلمانی بگیم که درس 4 ما همین روز پیش از اینکه این ویدیو را ثبت بکنم او را ثبت کردم برای شما گذاشتم که یک حلاوتی ببرین، درس بخونین، باز درس بخونین، کوشش کنین. یا برادر احساس که سلامت باشی. تشکر برادر. سلامت باشی اکا. تشکر دادر. السلام علیکم برادر. خداوند نگهبانت باشه، از رحمتش بی نصیب نکنه و از شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم. عربی را علاج نیست درس میدادی پیشکی رحمت. برادر عزیز راستی من عربی را میتونم درس بدم، اما از تو برادرم بخشش میپرسم چون وقت زیاد ندارم. در آلمان هستم، میخوام زبان آلمانی را به برادران نشون بدم. ای برادرایی که در عربستان در کشورهای عربی هستند، برادرای عزیز کوشش کنین مردم زبان عربی را نشون بدین. هوشیار شو با یگان آقی پدر در همو کافه ها یگان چیزی ندهند. خوب برادرای عزیز، در حقیقت هستن نامردایی که فرزندای ملت، بهترین فرزندای ملت که میخوان برای ملت گپ بزنن، زهرشو میدن یا میکشنشو. اما برادر عزیز وقتی که من نشدم تو هستی، تو ملت برای یک جایی دعوت کرد، تو ملت دعوت کرد که ای ملت محلگرایی نکه، در کارت نیست، هیچ وقت به کارت نمیآید. یا برادر عزیز که بالچیکات بسیار اکای منوچهر کامنتاریات گپای خوب نویستن. چوی ملت میفهمه. من که صحبت میکنم با این ملت باور دارم. این ملت گپی دروغ ایراس میفهمه. این ملت چشم داره. اگر که بیچاره میترسه اون گپ نمیگه، این ملت گوش داره. به خدا قسم که این ملت همه ایتسا میبینه، هم خوبه میبینه هم گنده را میبینه. این ملت میدونه که کی برای ملت های. شما این ملت بیچاره تاجیک کم نگیرین. این تاجیکا که ما را کم نگیرین. این جانا که ما را کم نگیرین. این اگر همو کم بغله کم باشه چشم داره میبینه، چون خدا چشم زیباش داده است.
برای منوچهر کوهستانی منفعت های ملی در جای اول است یا منفعت های دینی؟ برادر عزیز، برای من منفعت های دینی و ملی جای اولند، چون تاجیک با اسلام زنده ای. عقیده ما همیه. امیر اسماعیل جان حنفی بود. برای امیر اسماعیل جان بگیم که هم دین و هم ملت بگیم که در جای اول می ایستادن. سلام علیکم برادر منوچهر، نام من محسن ای جرگتال. چخیل با شما سخن کنیم برادر عزیز. محسن جانی برادرم، در ادنکلاسنیک میتونیم مرا پیدا بگین در فیسبوک. من انشالله روزی خواهد شد که برای همه برادرها واتساپ و دیگر باز بکنم که با همه صحبت کنیم. ملادیس، ملت رو باید متحد سازیم. احسن، آفرین بر شما آقای منوچهر، تشکر. بله، این ملت ما باید یک جا بسازیم. این مردم آخی یک از یک لهجه دیگه داره، یک از ایوجه میگه ما تاجیکیم. 12-13 میلیون تاجیک ما در ازبکستان بای دادیم، 12-13 دیگهش در افغانستان بای دادیم، یک دنیای دیگهش در بگیم که در جمهوری چین بای دادیم، یک دنیایش در پاکستان به صاحب موندن، یک دنیایش در هندستان رفتن گم شدن دیگه، نومی تاجیکی را فراموش کردن. آخی همین یک مایده که دیگهش مونده است ببینیم را بقپیم یک جای کنیم. ای سلام منوچهر، ویدیوهای شما تو منبع معقول، رکلام گرانیس ندارد. تشکر برادر عزیز. کوهستانی برادرم، شما با برادر عزیز بخشش نتونستم خوانده. پیش از این کمی در می نویسین کمک چیش بکنین. سلام برادر، چی گپ میگوی؟ راست میگوی، خدا نگهبان باش. تشکر. سلام منوچهر، درباره کرامت درست گفتی. من نمیخوام یکو گپ زنم کرامت تا. باور کن همین کرامت تا کو هیچ وقت دربارش فکر نمیکنم. برادرم، وقتی که من درباره یک نفر گپ میزنم، اون نفر من میشناسم که کی برای ملت خدمت کرده. من میدونم کی برای ملت خدمت کرده. هر کس میتونه که دهنش باز کنه و عرض کنه که من برای ملت خدمت کردم. نه که اگر در پشت پرده نگاه کنی برای نمی کیسه خودش خدمت کرده. خوب مردم میدونه آخی مردم چشم داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا از شما راضی باشد. آمین. آقای منوچهر، تشکر برادرم. دعای شما است که ما هستیم. من با دعای هر یک تاجیک نیاز دارم. باور کنین برادرم، به خدا قسم به دعای هر یک نیاز دارم. در حقم دعا کنین. کاش همه جوانا مثل شما با شعور و جهان بین باشند. انشاءالله. عصر 21 عصر تاجیکای. دشمنای ملت بدونن که عصر 21 عصر تاجیکای. قول تو بکنین، جون بکنین که عصر 21 عصر تاجیکای. انشاءالله این ملت پیشرفت میکنه. در پناه الله باشی برادر. شما رو در پناه الله باشید. تشکر. برادر جان، من به شما یک نصیحت میکنم. التماس شما ملت را به متحدی دعوت میکنید. اگر این ملت یک جای شود خیلی خوب میشود. بله، همه میدونن میره. عمل کنین. یک نفر که محل گرایی میکنه بگینش ای برادر جان نکمی محل گرایی تا ترم میبری منم میبرم. خداوند دانه شما را زیاد گرداند. عصر 21 بگذار تاجیک‌ها سربلند باشند. انشاءالله مشکل‌های آسان می شود. شیرینری تاجدار با پیش ما برادر غرمی خطیتیم. تشکر برادر غرمیم. تشکر برادر کلابیم. تشکر برادر تاجیکم ای تاجیکستان. تشکر به هر برادر تاجیکم ای همه دنیا. قربان نام تاجیکیت بشم. سلام برادر، میگوی من به وطنم خدمت میکنم. قریب هر روز هر خلاق قانون برآمده است در تاجیکستان. برادر عزیز، وقتی که میبینی قانون ناحق میبرارن گپ بزن، بوگی معقولت نیست. السلام علیکم اخی. در قسم 3 نوشتم پاسخ ندادی. خوب میشد که حدیثی گذاشته صحابه را نقل میکردی. برادر از گرامی، من همه حدیثی گفتگیت میخونم.
همون رو خوب بنویس، توغری بنویس که خواندهش بشود. بعد یک حدیث صحیح باشه. اگر حدیث صحیح نباشه منوچهر کوهستانی نمیخونش. سلام اکای منوچهر، شما میگین که زناتون فراموش نکنین. من میخواهم خانه روم، زنم میگوید که نبیا، من بیزارم، من چا کنم؟ میخواهم درباره امی خیل زنا کمتر صحبت اسلامی کنی تا که من صحبت شما را بزنم نشان دهم تا که از دنیا با خبر شود. ای مادر تاجیک، همی شوهر تا گفتی نه یا گناه گرفتی؟ بگوش بیا شوهر جان، بیا که من انتظارت هستم. به خدا که غضب خدا به سر ایترا میآید وقتی تی شوهر تا میگوی نه یا بیزارم، این گناه است، این کارا را نکن. برادر عزیز گرامی، کوشش بکن که زنت بفهمه. اگر که نفهمید دخترای تاجیک کم نیستند. زن دیوم بگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اخی جان، نام من احمد. برادر جان، شما در حق مردم 5 دعای نیک کردین. متشکرم. منم دعاگوی شما هستم. خداوند شما رو موفق و سربلند بگرداند. تشکر برادر عزیز، تشکر. من برای امی ملت دعا میکنم، برای پنجیشم، خمسنگیریشم، چون اینا ما همون یک تاجیکیم. یک تاجیک زیباک، یک تاجیک اگر یک جای شود دشمنش در پیش هیچی است. یک تاجیک که 2000 عسکر اسماعیل سامانی تا داخلی چین می رفتن. باور کنین نکنین اینمی قبیلت کلان چینی را میدین کو میبینین هازی دامو وقت هم زیاد بدن. ای ترس اسماعیل سامانی را طرف مرز تاجیکستان نگه نمی کردن. همون نامه امیری بغداد هم بگم تو با امیر اسماعیل جان میرسه که امیر اسماعیل جان قربانت بشم، همه گپای تو همه عراق هم نظر نگی. ای مردم، ما ملتی بزرگیم، این بزرگی را باید درک کرد. بزرگی را ما درک میکنیم وقتی محلگرایی را بس کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. والله که از برای الله دوستت دارم، شکرانه که امی خیل برادر دارم. تشکر برادر عزیز، تشکر. منم شکرانه میکنم که مثل تو شیر بچه تاجیک دارم. میدانم بعضی ها میگن که ای خیر می ای خیلی او خیلی ای خیلی. نه، ای خیلی او خیلی نیست. باور که نکنین که امی ملت نفرای داره که باور که نکنین از اینا در نفرای خوب نیست. اما دنیا کم بزاعتی بیپلی بیچه این ملت پریشان کرده است. باور کنیم برادران، باور کنیم برادران. درباره گرمانیا تاریخش برسان کو میگن که $1,000,000 گرفتن بعد جنگی بزرگی وطنی و بگیم که اقتصادش را خیزوندن، ماشین ساز کردن. نه برادری عزیز، این گفت سیاستاً خوب اگر که بفهمی $1,000,000 برای آلمان و قدر پل نیست، در حالی که بگیم که این مردم خیلی پلی زیاد دارند. بعد جنگ بزرگ وطنی رم 1,000,000 برای این ملت خیلی کم بود. برادر عزیز، با دایی نویسه است که شخص پرستی نمی کردن، حرکت می کردن. برادری عزیز گرامی، ما خودمان ملت میتونیم که از کروپسیا دست بکشیم، نه تیم به یک مکسب پل. همه که پل مو گفت بگیریم ثبتش بکنیم، قطعش جنگ بکنیم. نمیتونیم پل. وقتی که کروپسیا بین رفت برادری عزیز، انشالله که ما هم پیش میریم. این ملت کروپسیا نداره، این مردم ندارن، این مردم رشوه‌خواری ندارن، این مردم دیرکترش مثل کارگر شای. اینا کوشش میکنن برای وطنشو. سلام برادر عزیز، درباره تاجیکان فریبگر گپ زنید. آخه من اون را چی بگم؟ تاجیکی فریبگر برادر اخت فریب نکرد که خیانت به خودت، به عائلت، به فرزندت، به آیندت، به قیامتت میکنی. جان منوچهر، خدا شما نگهبان باشه، به گپای دیگران اهمیت نده، سخنی خوب میکنی. من از غریبی تشکر. خداوند می غربت شما بزودی تمام شود. برین پیشی زن فرزنداتون، برین پیشی شوهراتون. خداوند هر یک زنی این ملت خوشبخت کنه، خداوند هر یک مردی ملت خوشبخت بکنه.
акай манучер номи тоҷик аброр иншоалло ҳама каса якҷоягӣ. салому алайкум братан кӯҳистони, шумо бояд анамитари беҳтарин сухангӯ бошӣ. Ташаккур бародари азиз, ту беҳтарин сухангӯӣ, ба худат бовар кар, гап бизан ба худат, тирам беҳтарин сухангӯӣ. ин миллат ба ту ниёз дорад. модаре ки имрӯз дар фикри гуноҳ кардани ира будун ки ин миллат ба ту ниёз доранд, фарзандакҳои ту ба ту ниёз доранд. бародарем ки фикри бадӣ дорӣ, фикри бихл дорӣ, бародари азиз, بدان که این ملت به تو نیاز داره. استاد به شما فخر دارم، منم به تو فخر میکنم ولی جان، چون بهترینی. نمیدونم نمیشناسم برادر، اما در اینجا نوشته چون میدانم که منم از تو فخر میکنم. همه یک آدم دیگه، همه آدم دیگه. در پناه الله باشیم، در پناه الله باشیم. اکی منوچر چند ساله التماس گبزه؟ اکی منوچرت 26 ساله برادری عزیز. سلام برادری عزیز عزیز و گرامی قدرنامی من صبحان برادری عزیز، من کوشش میکنم که همه رولیکای شما را بینم. الله مهربان نگهبانتان باشد. اکم سوال دادم تا آخر شب بخوان منوچهر کوهستانی در زبان جانی اکا. جانی دادر کوشش کنید این سوال تا یک باری گپ نیستن اگر نخوانده باشمش. از تک تک شما بخشش میپرسم اگر یکان چیزا نخوانده باشم، شاید که ندیده باشم، اما انشالله کوشش میکنم که بخوانم. تو چی خدمت میکنی؟ اقوام اندازی. اسماعیل سامانی را کی زنده کرد؟ اسماعیل خدا زنده کرد. اسماعیل سامانی اسماعیل سامانی امیر المؤمنین تاجیکا، شیرمردی تاجیک. یک گپای سفسطه می نویسی او مردک بزرگ همیشه در این ملت زنده میمونه. او را هیچ که نمیتونه که بگیره زنده کنه و نمیدونم چی کنه. او را این ملت همیشه در دلش نامش میبره. این ملت اسماعیلش دوست میداره. یک نفر گرنسید که سگ پروست حاو کرده ایستاده. انتظاری که اونگه بدت بگم، اما نه، تشکر. سلام اکای منوچهر، در کجای برادر جان انتظار سخنهای ختم؟ برادرها بسیار نوشتن که انتظار سخنها هستند. برادرها شما انشاءالله که این سخنها را میشنوین. نگفتن امونات که یک برادری عزیز برای من در نکلاستینگ نوشته بود که برادر جان من در زندان هستم، فرزندام بگیم که زندگیشان خیلی سخته برای مکتب روی و لباسگیری و همینا. برادرای عزیز یگان کست اگر که بخواین که اون برادر فرزنداش کمک بکنین میتونین که من در ادنکلاسنیک بنویسین، یک کتابش میخرین، یک لباسش میخرین، انشالله که کاری ثواب میکنین. منوچهر من نفهمیدم تو کی هستی، سیمای اصلی خط نشان بده. نمیخوام کورت بگم اما کور هستی. آخی امی سیمای اصلی من چطور نشان بده؟ من 20 تا زیاد ویدیو دارم، نمیفهم، قریب 10-15 ساعت گپ زدم. اگه تو تا حالی هم نفهمیده باشی، آخی تو کور باشی من چه کارت کنم؟ برادرایی که بگیم که مادرزاد کور هستند من برای شما نمیگم، بخشش از شما برادرای عزیز. من شما را دیسکریمینیرovat نمیکنم، من همون نفر را میگم که قلبش کور است. اگر شما چشمان تا کور باشه برادرایی که مادرزاد نابینا هستید، شما دلای روشن دارید، شما بزرگین. یا برادر عزیز که نمیشه کار بیاوی بچه ها را بری کار کنن. برادر عزیز گرامی، کار تو بیا بچه ها برن کار کنن. بمانم که کمک دعوت بکنم مردم درس بتم. انشالله که هم کار کشید، کار که پیدا کردم تانستم، کوشش میکنم که برادرام کمک بکنم.
یا برادر نویسته است که ویدیوهای نقد کی میبره. برادر عزیز وقت نداشتم، بسیاری چیزا در کار بود، باید درس میگذاشتم، همون تخته درسی را خریدمش، توصیه دادم که بیارنش. دیگه اینجا بگیم که تقای بازی کردن نمیشه و یک هفته انتظار دادم برایم در زبان آلمانی، به همون خاطر گپ نزدم دیگه برادر جانم. اگر امکان داشته باشید رقم‌های واتساپتان را روان کنید. رقم‌های واتساپم را روان نمی‌کنم چون برادر عزیز انشالله که برای نزدیک برای همه برادرها واتساپ باز میکنم. برادر تو ایران را به امریکا و روسیه برابر میکنی. فراموش نکن ایران این ریشه ما است. اگر ذره عقل و فراست داشته باشد آدم این را میفهمد. اگر گویی چطور من به تو میفهمانم کش. برادر عزیز گرامی، من وقتی که درباره ایران گپ میزنم من درباره اونو آخوندا گپ میزنم، اونو احمق‌هایی که باعث جنگ خونخواری هستند، اونو آخوندایی که در سوریه میلیون ها مردم کشتند. من بر ضد این آخوندای احمق هستم، من اونو را احمق میگم، اما من بر ضد ملت ایران نیستم. اما بعضی ها میگن که ما ایرانی، ما تاجیکیم، تاریخی چند هزار ساله داریم، بس کنین، یا تدکی خیلیم یا تدو خیلیم، تاجیکیم ما. قریب 30-40 میلیون میمرده که خوب نخواهم 30-40 میلیون تاجیک ایرانی باشه. یا بار برای همون ایران ببین آخی دادر نیستی، نه در ادنا کلاس نه در فیس. باردار هستم، خوب نگاه بکنین پیدا میکنین. سلام، شما میتوانید آمده در تاجیکستان بخیر سخنرانی پیشکشی مردم نمایید؟ بله برادر عزیز، انشالله که روزش بشه و اگر کوشش میکنیم صحبت بکنیم، در تلویزیون صحبت کنیم، با مردم صحبت کنیم، در آینه نیلگون صحبت کنیم. السلام علیکم کوهستانی، بعد آب نوشیدن الحمدلله میگفتید برادر جان؟ الحمدلله برادرم. کی میبروی قسم 5 در ویدیو مینی برادر عزیز؟ بخشش از تک تک شما. در حقیقت درس داشتم دیگه کاربار گفتم انشالله. این یک برادرم عباس حقارت کرده است که تو غیبت میکنی. من هیچ کار غیبت نکردم. تو خودت غیبت میکنی، نه نام داری نه نسب داری، نمیفهم. مردم رو به خود جلب کرده ایستادی، تو به خلق چی خدمت کرده؟ این قدر با سوادی چی به وطن نمیایی؟ همین خیلی آزاد گپ زنی. برادر عزیز انشالله میاییم، همین خیلی آزاد گپ میزنیم. او چیزی که خدا خواسته باشه او چیز میشود. تو بخواهی تو نخواهی، کدمی بخواه نخواه، هر چیزی که خدا بخواه او چیز میشود. اما خدا هم برای ما کوشش داده است، خدا هم برای ما حرکت داده است، خدا هم برای ما عقل داده است. به همون خاطر انشاءالله هر چیزی که خدا شد خواست ما انشاءالله که راضی هستیم. اگه منوچه در آلمان استرویکا هست بریم همونجا کار کنیم. برادر عزیز در آلمان همه چی هست، هم استرویکا همه چی هست، فقط پیدا کردن. ماشاءالله ماشاءالله. تاجیکستان زیباتره، تاجیکا شکر همش با سواد، ملت تاجیک بهترین. تشکر. ملت با دو ال نیست همیشه برادر عزیز. با سواد. افغان ها هم مثل شما خوب بد، مثل ما خوب بد دارم. بله ما برزید یگان ملت نیستیم. وقتی که من درباره یک کشور صحبت میکنم که به ملتم خیانت که است، این حقی ما است، اما برزید یک ملت نیستم. من در فکر یک جای کردن ملت، من در فکر این هستم که مردم ما محلگرایی را بس کنن. سلام برادر، تشکر. و علیکم السلام. برادر اکر گپای پست برادر اکر گپای پست و بلند نزنین، اکر گپای خوب میزند. زنده باشی. تشکر برادر جان، تشکر. یا برادر احساس که تکرار پدر علم است نیست، تکرار مادر علم است. کارل مارکس. برادر عزیز تکرار پدر علم، مادر علم که کارل مارکس خدا نیست که
همو گپا بگه باید من همو گپا بگم. نه، هم تکرار هم پدر هم مادر علمه. برادر چه خدمت کرده ایسه؟ روتسیو ابله تشکر. السلام علیکم برادر منوچهر تاجیک. برادری عزیز خوشحال هستم که امروز شما بر این مردان غیور وجود دارند. بله درست قید کردید که تاجیک ملت تاجدار است. اگر امروز ما مردم تاجیک تاریخ خود را دانیم ما با خود می فخریم. من کمی هم باشد معلومات می دهم. ما تاجیکان بودیم که امروز تیپ در دنیا وجود دارد. دانشمندان تاجیک مثل دیگر دانشمندان دولت‌های ابرقدرت یراق نساختند که آدمان را به خاک یکسان کنند. بله برادر عزیزم گپات حقه. وقتی که تاجیک در فکر علم در فکر آباد کردن دنیا بود، عالمای دیگر کشورها در فکر کلاشنیکوف ساختن بودن، در فکر آدم کشی. گپات راسته برادر عزیز. ای دادر جان همش راست میگین. خداوند در پناهش نگاه داره شما را و همه ما مسلمان را. تشکر. انشاءالله. همو یک آدم دیگر، هم یک برادر نامش که گفتم بسیار چی می نویسه خوب نیست که برادر. همی یک بار نویستی فهمیدیم، دو بار نویستی فهمیدیم، تا یکت مذاق هم دیگه جای مذاق نیست. هم نمیتونی کامنتر نویسه ننویس. ای گپی بد زدن در فکر باش که آینده چی میشه. برای یک حرفه که یاد بگی، برای یک کار که برات ما سوال خدمت در قسم 5 انتظارم. برادر عزیز گرامی انشاءالله که فکر میکنم جواب دادیم. سلام علیکم اکا سازی عین حال در کجایین؟ برادر عزیز من در آلمان هستم. سلام علیکم. میتوانید در باره پروسنت صحبت کنید؟ نمیخوام در این باره صحبت بکنم، اما شاید که یکان وقت صحبت بکنم. ملت دوست داری برای چی وطن دانستی؟ یک گپایی میزنه این آدم که آخی هم ملت من دوست میدارم هم در خارج از نگی میکنم. یکان گناه داره. در حدیث رسول اکرم فرموده است اگر یک نفر هدایت بیابد بهتر از آن است که مالک دنیا شوی. بله حق میگوی برادر. روی تو سفید با یگان ایگنور برادر عزیز. برادر عزیزم ایگنوری. تشکر به گپای بدت. یا برادر است که همین گکی تو گپی تو بگو آخی. گکی تو نویشتن یاد بگی آخی. چی معنی داره؟ کامنترهای آدم ها را من کامنترهای آدم ها را میخوانم که مردم ما بدانه که امی سخناش قدر داره. با مردم میخوام صحبت بکنم. تو چی میخوای از من؟ چی میخوای تو از من؟ معقولت نیست که تو گفت از گوش کن. یک چیزی بخلیب نیست که درباره‌اش صحبت بکنیم. گگک گگکی تو نویستن یاد بگی اول. منوچهر. خوب برادر عزیز گرامی بسیاری کامنتار را خواندیم. باز نگاه میکنیم که در دیگر جا چی نویسن. یا برادر ما خواست در ویدیو نویسه که یا برادر نیست نبرات گو ندانستن عیبه پرسیدن عیب نیست. Ja, Bruder, was du sagst, alles sind richtig. Was du sagst, ist richtig gut بهتر است از اینکه alles sind. Danke für dein Video. تشکر. او ربنای زنده باشی. تشکر زیاد برای زحمتات. تشکر برادر احمد جان. آفرین. تشکر. یک برادر خوب نگاه میکنیم ویدیویی که درباره مادرای تاجیک کرده بودم که چی نویسته مردم در اونجا چی نویستن، چی کامنتری ها کردن. راستی خواهرای تاجیک زیاد می نویسن ماشاءالله. این چیز خوب است وقتی که زنای ما میتونن که صحبت بکنن، وقتی که میتونن که بنویسن چی فکر دارن.
میریم در ویدیوی باز یک کلینی خانه را قبیدن کی گناهگار 71,000 تماشاش کرده است. ادامه 3 هفته 460 کامنتار گرفته. یعنی زیاد کامنتارش خواندگی بدون پیش کی از گوش میکنیم که هم نواش رو پیدا بکنم. خب ویدیو را مجبوری نیست که تماشا کنین. 21 ساعت پیش یک آدم نوشته است که رحمت برادر اهل اسلام، پدرتون رحمت تشکر. رحمت برادر گپای حق 100% تشکر. تو خودت کی اختای قملا میگیری؟ اول مویلم تا بگی همی در اسلام درست نیست. برادر عزیز، پیش از که مرا گپای بد بزنی برخته در آینه نگاه کن. مویلاوی من خوبن، چی گناه کن؟ دلم نمیرسن کو. 11 ساعت پیش یک آدم نوشته است که زبانت همیشه شیرین با تشکر. خدا از شما راضی باشه اکا. زندگی من گویا نقل کردین، دلم ریش ریش شد. در حقیقت بعضی مردای تاجیک نامردی میکنن، دختره که بیچاره را میگیرن زندگیش بد میکنن. بعضی دخترها شرایط ندارن که دوباره خانه پدر و مادرشو برون دیگه. خب بعضی احمقها با اونا را بیوه صدا میزنن، تحقیرشو میکنن. ای ملت عزیز، تا وقتی که قدری زن تاجیک ندونین هیچی نمیشه. زن تاجیک مادر تاجیکه، زن تاجیک خواهر تاجیکه، زن تاجیک آینده این ملته. یک نفر دیگه نوشته است که هزار رحمت برای سخنات اکای عزیز، از چشمم اشک ریخت. این سخنها را شنیدم، من همین خیل زندگی داشتم. خواهر عزیز، من میدانم، من با بسیار مردم صحبت میکنم، بسیار نفرها می نویسند. تشکر به همه که می نویسند. بعض نفرها نویسند زندگی خودشانه. در حقیقت ما همه همین بگیم که SMS های شما را میخوانم و کوشش میکنم که در این باره صحبت بکنم، چون میخوام در باره داغی روز صحبت بکنم. یک چیز دیگه ده، بعضی همین خشتمانو درباره بعضی همین خشتمانو گپ زنیم، بسیار بی‌انصافنده. همین دختری مرده که بردن خونه شد دیگه فقط عذابش میتن. یک خواهر در همینجا نوشته است مادرایی که من گوش میکنین، همو کلین شمارم فرزند شمای، اما بیچاره که شانسش بتین، یادش بتین، بگذارین که یک زنه که دیگه مثل شما خوشبخت باشه. بعضی ها میگن که زنهای تاجیک بگیم که خیتایو گرفتن. زن تاجیک بیچاره را نگهش نکردی، زن تاجیک بیچاره را شانسش ندادی، زن تاجیک بیچاره را در 3 سال یک بار خبرش میگیری. زن تاجیک یک بار جانم نشنیده باشه از شوهرش، زن تاجیک یک بار یک گل از شوهرش ندیده باشه. خوب برادر از گرامی، خدا نگهدار تو باشه. فراموش نکنین ابونه شوین، ویدیو را به همه برسونین، کامنتاری خدا بنویسین، فکرهای خدا بنویسین. خوشحال هستم که تانستم با شما صحبت بکنم، در سوالهای شما جواب بگم تا حدی که تانستم. خوب دوباره خدا حافظ ملت عزیزم.